همین اسماعیلیایی که حالا در تاجیکستان خودمون است، بهترین مثلا من گمان میکنم که یک از بهترین و پیشقدمترین رویه‌های اسلام همین اسماعیلی خودمون است. برابری جناب آقاخان فناتیک ندارند. خب در تمام دیه و کوچه و بازار مسجد نمیسازند، خداوند را با عقل میشناسند. و اینجا خدمت خیلی البته بزرگی بابای ناصری خسرو بود. ببینید که این بزرگمرد، این فیلسوف، این بزرگمرد ما بابای ناصر، وقتی که ببینید که یکی از اساسگران جریان اسماعیلی اگر باشه در قلمرو بدخشان، تاجیکستان، افغانستان، ببینید که چیکار کرد. سنت مردم کاردار نشد، مغز اسلام در سری مردم بار کرد، اخلاق، آداب، معرفت، دیگر همه سنت های تو اسلامی در بدخشان باقی است. و حالا شما میبینید که اگر اسماعیلی الله اکبر گفته خودش را بیتر کند، ما رو بدنام کند، مانندی جوانانی که ما رو در سطح بین المللی خیلی بدنام کردن، هم در ایران، هم در روسیه و هم در ترکیه و هم در اروپا. خدمت و مهنت 30 ساله جوان بیالی وانو سوزن آبرو جمع کرد برای ملت. در یک آن واحد اینا گرفتن تاجیک رو همردیفی تروریست کردن. برای همون من بار دیگر اگر به عزت نفسی کسی رسیده باشم بخشش میپرسم، وقتی که من درباره مولای بی سواد و ریش غبدرش گپ بزنم، این اسلام نیست. وقتی که درباره یک جاهل، یک ابله که مثلا پول کار میکند از حساب چند آیتی که معنا و مضمونش رو نمیفهمد، این اسلاموفوبی نیست، این اسلام بدبینی نیست.